السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که طول یک هفته شخصانی که پیش ما حجامه کنی اومدن الحمدلله حجامهشون کردیم و براشون قرآن تحفه کردیم. قرآن یکی از بهترین صدقه های جاریه که در یک حرف اونها یعنی 10 ثواب انسان میگیره. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر شخصی که یک حرف از کتاب الله سبحانه و تعالی تلاوت بکنه در نامه اعمال او یک ثواب نوشته میشه و یک ثواب مبدل به 10 ثواب میگرده. و اون خاطر یعنی ما همین نخواستیم که توفه کنیم برای برادرانی که یعنی قرآن خونده میتونن و خوندن نمیتونن، برای اونها توفه کردیم تا اینکه زیاده از 300 تا الحمدلله خداوند اصرافشون زیاد کنه. در مدت یک هفته خداوند یعنی خیری برادران قبول بکنه و ان شاء الله که هفته آینده یعنی روز دیوم ماه نوامبر خواستیم که دیگه توفه بکنیم. یعنی فکر رأی شما را میخوام بفهمیم که یعنی روز دوشنبه توفه کنیم، یعنی توقی توفه کنیم یا اینکه جای نماز یا اینکه دوخی یا اینکه تسبیح الکترونی یا اینکه قاعده بغدادی یا اینکه حبت سودا یا اینکه قیس الهین یا اینکه مسواک. و میره میخوایم که شما فکر رأی اختانه فکر عقیده اختانه بنویسین که چی را ما توفه کنیم برای برادران که همون یعنی پلیز نباشه، برای فایده شون باشه. یعنی ما میخوایم که فکر شخصا من خودم یا اینکه جای نماز یا اینکه قاعده بغدادی و انشاءالله که میخوایم فکر رأی شما رو بفهمیم که و چی میخواین شما که برای برادرات توفه کنیم. هر شخصی که یعنی پس شد میکنه صلاح حجامه ما را یعنی جای حجامه ما یعنی که برادر به همه جا رقم های ما بله 8966 888 92 92 واتساپ هم هسته و انشاءالله که برادران در خدمت هستند. با دعا باشین که خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرمایه. برای دارو هستن در ما الحمدلله، برای پرستاتیت، برای خنک زدگی، برای بیماری ژلودکا و یزو و دیگه و انشاءالله که هر شخصی که مثال جای ما میوه انشاءالله دکان ما انشاءالله که همون چیزها را میتونن که دسترس کنن و انشاءالله که با دعا باشین و بتونین اگر که برای شما زحمت نشوه همین ویدیو رو با دیگران برسانین. ما الحمدلله که مثلا یک هفته قرآن تقسیم کردیم، گفتیم که صدقه جاریه و انشاءالله که میخوام یک صدقه جاریه دیگر هم تشکیل کنیم و کدامی که میخواد صدقه جاریه تشکیل کنه مثل اشتراک کنه میتونین که انشاءالله زنگ بزنین، یا کدامی که دارین قرآن که نمیخونین انشاءالله که برادر قرآن خوان بسیارن اما متاسفانه قرآن ندارن، میتونین که بیارین انشاءالله ما دائم سنتیم حجامه خودمون میمونیم و برای برادران انشاءالله که تقسیمشون میکنیم تا اینکه بخوانن از اجر ثواب شما محروم نشوین. انشاءالله که با دعا باشین خداوند هر برادر و خواهر و اکم و دادری که بیمار هستن اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرمایه. که به نهایت برادر زیاد هستن که سحر و جادوشان کردگی هستن، به نهایت عذاب میکشن. با اون خاطر دوستان عزیز همیشه کدامت که بیمار هستین آیت الکرسی را حداقل در روز 2 ساعت بخونین که همون سحر انشاءالله که پرتوین بچندی که قرآن زیاد تلاوت میکنین انشاءالله که همون سحر در بدن شما از همون خارج میشوه. و گفتنی هستیم که انشاءالله ادرس ما улица ميكрорайон 1 мая дом 29 طرف بیرون طرف улица طرف صدوارنی و طرف улица طرف راه. انشاءالله که در ویدیو چی مسابقمون بدن هم آدرس همه چی گفتگیم و بیاین مشوره انتظاریم. بله انشاءالله که انتظاریم برادرها همه شرایط هست، یعنی مثلا میتونین که بیاین طهارت، جای نماز، گرم، جای نماز، مثلا همه شرایط الحمدلله که نماز رو مهیا همه وقت سرجم میخونیم یعنی با امام. مثلا بیاین برادرها کسی که بده همینجا خیلی برادرها دیدن مثلا با خیلی شرایط چی بدن با آزیف دادن که برادرها بهترین خیلی بسیار وقت میشه که برادرها نمیفهمن، بسیار زنگ بسیار میشه و ما متاسفانه جواب دادن نمیتونیم برای اون شرطی که مثلا با اون سببی که زنگا زیادن ما کارمون مثلا زیاده. ان شاء الله که پسرات اکدیسیم بفهمونیم هر یک آدم مثلا برادر رو اینا شما همین ادرس رو ببینین، همین ادرس رو بگیرین، همین ادرس قاعد بیاین پیرومایا
дом 29 микрорайон, первомая дом 29. Ҳаминҷа наисондагӣ аст. Шумо мезанед микрорайон Первомайский нест иҷа, фақат Первомая. Рақами 1 мая бизанед бардор, иншаалло ки ба ҳаминҷаро меёра шуморо. Шумо дигар адрес меред. Ба ҳамин хотир бардор илтимос нофаҳмигӣ наша ба бардор. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد. دعا کنین که خداوند یگان جمله مسلمانان را یعنی به این بیماری مبتلا نگردانه. بیماری سحر و جادو و هر شخصانی که پیش جادوگرا میروند، پیش فالبینا نرین. خدا یعنی اونقدر که عمل صالح کردین همونا را باطل نگردانین. که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هر شخصی که پیش وی میروه و با گپی اونها باور میکنه کافر شید بر هر آنچه که نازل شده است بر محمد صلی الله علیه و سلم. و اون خاطر نرین، حرکت کنین، بیمار هستین، چی مشکلی آمد یعنی بینتون یگان نفهمی شاید پیش فالبین نرین، دست به دعا کنین که خدا میگه هر مشکلی داری از من طلب کن. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. هر وقتا که بندگان من از من سوال میکنن ما با اونها قریب هستم. و ان شاء الله که همیشه به الله سبحانه و تعالی مراجعت کنیم، از الله طلب کنیم. چی بیماری ده فرزند نداریم از الله طلب کنیم. بسیاری برادران میشن که فرزندان نمیشن، در بدن اونها یا سحر و جادو یا اینکه جین داره، کودک دار شدن نمیتوانن. حرکت کنین ان شاء الله پیش یگان قاری برین که اوید بر رقیه شرعیه باشه. ان شاء الله 1 ساعت 2 ساعت بخونه، شاید که سحر کردی باشن، بعضی رو کودک فرزنددار نمیشون، بعضی شوهر کرده نمیتونن، یعنی جینی عاشق دارن. با اون خاطر پیش اونی که پیش فالبین دیگه میرین، از همه بهترش پیش یگان قاری برین که رقیه شرعیه تا بخونه. و بعد ان شاء الله که برین حجامه بگیرین و بعد به دیگه بیماری ها ان شاء الله که به دیگر طبیبا مراجعت کنین. از همه بهترین چیز این شفا قرآنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما نازل کردیم قرآن را شفا برای مؤمن ها. یعنی بسیار برادران میان جینشون زدگی میگن نماز میخونیم، میگن نه، یعنی قرآن شفاهی برای مؤمن ها. مؤمن هم شخصی که نماز و روزه و زکات دیگه کارا میکنن. مسلم و شخصی که با کلمه میگه لا اله الا الله محمد رسول الله تسلیم کردم، اسلام قبول کردم و دیگه عملهای نمیکنن. اما همیشه باید ما و شما یعنی در دین اسلام استوار باشیم، با قوت باشیم، نمازها را ترک نکنیم تا اینکه همین سحر و جادو برای ما و شما تاثیر نکنه. که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر شخصی که نماز صبح را خوند، صلی صلات الصبح و فی ذمه الله، هر شخصی که نمازی بامداد را خوان و ان شاء الله که او در ذمه خداوند است، خداوند او را با عهده میگیره که یگان چیزی او را ضرر نمیرسونه. و بعد هر یک نماز که اگر ما و شما بگیم سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضاء نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، و ان شاء الله که یگان سحر و جادو جن و جادوگر دیگه و دیگه‌اش ان شاء الله که ضررش رسونده نمیتونه. و اون خاطر ان شاء الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء و هو السمیع العلیم. و این گونه دعاها را ان شاء الله باید ما و شما ازیاد کنیم و هر روز سحر بیگاه 3 مرتبه باید بخونیم تا اینکه سحر و جادو برای ما و شما ضررش نرسونه. موقع در امان الله با دعا باشین. السلام علیکم. یک چیز دیگر گفتنی برادرها از پیش ازت گفته بودیم بخشش. همه تلفن بیسا وقت ما جواب میتیم، حضرت مثلا بیسا میخونه время را ما میگیم که همون время ده شما بیاین، همین حضرت همون время ده مثلا جدا کردگی همون время ده میخونه. بعد دیوای مثلا کاری خودش داره، زندگی خودش داره، پرابلم خودش داره، بیماری خودش داره. مثلا خلاصه برادرها شما ما را توری بفهمید. ما شما را میگیم که ساعت 1 ده بیا، شما میخواید ساعت 3 ده میاین. اکا دیر کردی واقعی برادر جون کارت پارتو سلامتی تای برای سلامتی بیا. ما باید خیرش میگه که ما اکا در مثلا به خدنایم ده بیا میخوای خیر برادر سلامتی ضرور باشه آخی بیا همون فریم ده. این برادر هم کار داره مثلا بخوند بره مثلا اپا مثلا ساعت 8 قدیم میگیم ساعت 11 ده میایم. بعد دیگه ای پیشی ویا بو چند کارو دیگه میمونه برای همون برادرها التماس کدام وقتی که زنگ میزنید ما همون فریم که گفتیم مثلا 12 گفتیم همون 12 بیا حرکت که برادر چخه میکنه میکنی مثلا 10 20 minut هیچ کار نمیکنه که تو برادر وقتی که 2 3 ساعت میگذری وقتی که مدک بود کردم مرا خون برآمد شما بعد میاد ایرای دروز اومدیم اکا جانو ای خیلی و خیلی مثلا اگه شما را ما هم بفهمید که ما همین روزی دروز بوار که همینجا کار میکنیم یا مثلا روزی دروز میخونه همینجا مونده میشیم مثلا خفگاری نشود همینجا برادر بعد میگیم ما مثلا رای دروز اومدیم نخوندیم شما خیلی الحمدلله که مثلا چی نکردیم اینه که برادر التماس همین فریم گفتیم همین فریم ده بیاین از شما خواهش
سلام علیکم. خب خدا نیابانتون باشه. با دعا باشین. السلام علیکم.